از وقتی که با رضا ازدواج کردم نمیتونستم بچه دار شم. بعد از 5 سال تونستم یک بچه داشته باشم، اونم دختر. ولی از وقتی که شوهرم رضا در یک تصادف از دنیا رفت، من کسی را نداشتم خرجمو بده. مجبور شدم به زور دخترم با یک مرد 32 ساله ازدواج کنه تا خرج منو بده. ولی نمیدونستم که با این کار من دخترم. سلام دوستان، این داستان را یکی از دوستان برای من فرستاده که من با زبون او داستان را برای شما نقل می کنم. من مهسا. این داستان برمیگرده به 20 سال پیش که من اون موقع هنوز ازدواج نکرده بودم و یک برادر داشتم که از من خیلی بزرگ بود و ازدواج کرده بود، یک بچه هم داشت. من هنوز پیش خانوادم میموندم. اون موقعی من هنوز 13 سالم بود و به هر جمعی میرفتم همه فامیل ها میگفتن آدم وقتی خواست دخترش را به یکی بده باید فکر کنه که طرف پولداره یا نه. اگه پولدار باشه دخترش خیلی خوب زندگی میکنه و هرچی هم خواست میتونه بخره. اصلا هم سن مرد مهم نیست که چقدره، ولی اگه طرف پول نداشته باشه مثل ما خیلی اذیت میشه. من هم هر موقع میخواستم صحبت کنن زود میرفتم پیششون و به حرفاشون گوش میکردم. ولی مامانم هر موقع به من میگفت که مهسا تو نباید بیای پیش ما بشینی و به حرفای ما گوش کنی. این حرفا مال بزرگترهاست. تو هنوز بچه هستی. ولی من هیچ وقت به حرف مامانم گوش نمی کردم و به زور می نشستم پیش همه آروم به حرفاشون گوش می کردم. وقتی تنها می شدم با خودم می گفتم آره اونا درست میگن. آدم وقتی خواست ازدواج کنه باید یکم فکر داشته باشه که آیا طرف مقابل پول داره یا نه. ولی از این طرف هم نمیتونستم قبول کنم که با همسن پدرم ازدواج کنم. ولی نمیدونستم که با این فکرهای من یک روز زندگیم نابود شه. وقتی من 19 سالم شد با یک مردی ازدواج کردم که از من 6 سال بزرگتر بود، ولی وضع مالیش اونقدر هم خوب نبود که من هر چی بخوام برام بخره. اوایل ازدواج ما نمیتونستیم بچه دارشیم. نمیدونم مشکل از من بود یا از شوهرم رضا، ولی هر کاری میکردم بعد از 3 ماه به دکتر میرفتم میگفت بچه تو نمیتونه درست در شکم تو رشد کنه، برای همین نمیتونی بچه داشته باشی. من اصلا نمیدونستم چی کار کنم. به هر کی میگفتم همه به من میگفتن شاید رضا یک مشکل داره. اگه اینطوری باشه که تو تا آخر عمرت نمیتونی بچه دارشی و این اصلا خوب نیست. من هم از ناراحتی هیچ حرفی نمیزدم. فقط هر روز تو خونه تنهایی به در و دیوار نگاه میکردم و یه جوری انگار خسته شده بودم از این وضع و با خودم میگفتم که اگه اینطور باشه من دیگه نمیتونم زندگی کنم. ولی 1% امید داشتم که این اتفاق زودتر بیفته. بعد از 5 سال من هنوز نمیتونستم بچه دارشم تا اینکه یکی از فامیل هامون به من یک دکتر معرفی کرد و گفت برو پیش اون، شاید تونست مشکلت رو حل کنه. من با رضا رفتم پیش همون دکتر و به من دارو داد. گفت باید 3 ماه از این داروها استفاده کنی تا ببینی چی میشه و هر وقت که تونستی بچه داشته باشی باید بیای پیش من تا من خودم ماینت کنم که یک روز دوباره به مشکل نیفتی. من 1 ماه میشد که از اون داروها استفاده کرده بودم. دیدم کم کم دارم حس میکنم دیگه مثل قبل نیست و میتونم بچه رو تو شکمم نگه دارم. بعد از اینکه 3 ماه تموم شد من هنوز دارو مصرف میکردم. رفتم دکتر تا آزمایش بدم. خیلی استرس داشتم که جواب آزمایشم چی میشه. موقعی که جواب آزمایش آمد دیدم دیگه هیچ مشکلی ندارم و میتونم بچه دار شم. اون موقع از خوشحالی نمیدونستم چی کار کنم. فقط به اون فامیلم دعا میکردم که اگه اون به من این دکتر رو معرفی نکرده بود الان چه کار میکردم. از خوشحالی یک ماشین گرفتم و به سمت خونه رفتم تا این خبر را به رضا بدم. وقتی رضا فهمید اونم مثل من خیلی خوشحال بود. هر روز که میگذشت من و رضا خیلی مشتاق بودیم تا بفهمیم بچه دختره یا پسر. رضا میگفت دختره، من هم میگفتم نه این پسره. روزها گذشت تا اینکه بچم 6 ماهه شد و من با رضا رفتم تا ببینم بچه دختره
دختره یا پسر؟ بعد از اینکه دکتر دید گفت بچه دختره و خدا رو شکر سالمه. من خیلی خوشحال بودم که سالمه. رضا هم شنیده بود که بچه دختره، باز من هم خوشحال‌تر بود. بعد از اینکه بچه به دنیا آمد اسمشو گذاشتیم زهرا و من و رضا فقط هر روز نمیتونستیم از کنارش بریم بیرون. فقط مینشستیم پیشش و باهاش صحبت میکردیم. هر روز که میگذشت دخترم داشت بزرگ میشد و من هم همه چی براش خریده بودم و خیلی دوست داشتم یک روز بتونه راه بره. سالها گذشت تا اینکه زهرا 6 ساله شد و من و رضا تصمیم گرفتیم به یک مسافرتی بریم با هم، ستایی. اون موقع زهرا داشت حرف میزد ولی به درستی هنوز نمیتونست حرف بزنه. یه جوری انگار هنوز زبون شیرین بود و من هم عاشق حرف زدن دخترم بودم. وقتی ما دیگه آماده شدیم به راه بیفتیم زهرا خیلی خوشحال بود و همش تو مسیر به من میگفت مامان پس کی میرسیم؟ میگفتم خیلی کم مونده، دیگه کم کم داریم میرسیم به اونجایی که میدونم از دیدنش خیلی خوشحال میشی. وقتی رسیدیم زهرا همش داشت با رضا بازی میکرد و من هم به اونا نگاه میکردم که چطوری دارن پدر دختری با هم بازی میکنن. خیلی خوشحال بودم. ما 3 روز موندیم و دیگه تصمیم گرفتیم برگردیم خونه. نمیدونم چرا زهرا دوست نداشت به خونه برگرده. وقتی تو راه بودیم به سمت خونه، زهرا پشت ماشین نشسته بود و من هم هی به دخترم نگاه میکردم که داره چه کار میکنه. همینجوری سرمو انداخته بودم پایین و از کیفم میخواستم به زهرا گوشیمو بدم نگاه کنه تا یک وقت خسته نشه. وقتی خواستم سرمو بالا بیارم دیدم یک کامیون به سمت ما میاد. اون لحظه زبونم بسته شد چند ثانیه و نمیدونستم زهرا رو بگیرم یا به رضا بگم چه کار کنیم. موقعی که ما به کامیون برخورد کردیم من اصلا دیگه ندیدم چی شد. یک دفعه چشامو باز کردم دیدم بیمارستانم. فقط میگفتم دخترم کجاست؟ هی به همه میگفتم چی شده؟ پس چرا من دخترمو نمیبینم؟ یک پرستار آمد پیشم گفت خانم خودتونو ناراحت نکنین. حال دخترت خوبه ولی متاسفانه ما نتونستیم شوهرتو نجات بدیم. من نمیدونستم چی بگم. فقط به آسمان نگاه میکردم و هیچی نمیگفتم. همه آرزوهایی که داشتم یک روزه به باد رفت. بعد از چند سال من و زهرا تنهایی زندگی می کردیم و من بعد از 6 سال هنوز نمیتونستم باور کنم که دیگه رضا پیش ما نیست. اون موقع زهرا هم دیگه بزرگ شده بود و اونم همش به من میگفت مامان کاش هیچ وقت اون موقع نمی رفتیم به مسافرت. سالها گذشت تا اینکه زهرا 17 سالش شد و من هم دیگه نمیتونستم از پس زندگی بر بیام و نمیدونستم چه کار کنم. زهرا هم روز به روز داشت بزرگتر میشد و من نمیدونستم خرج خونه رو بدم یا مراقبه زهرا باشم. ما داشتیم در یک خونه اجاره‌ای زندگی می‌کردیم و صاحب خونه هم هی می‌آمد اجاره خونه رو زیادتر می‌کرد. من هم کاری از دستم بر نمی‌آمد تا اینکه یک خواستگار برای زهرا پیدا شد که پسر 32 سالش بود و همه میگفتند خیلی پول داره. منم که نمیتونستم از خرج زندگی بر بیام، یه جوری راضی بودم تا دخترم همسر اون بشه. یک روز من با پسر صحبت کردم، اسمش محمد بود و فهمیدم که پول داره. به من گفت اگه قبول کنی دخترت با من ازدواج کنه یک خونه خالی دارم که به کسی اجاره ندادم، اونو رایگان میدم به تو تا بری داخلش زندگی کنی، خرج همه چیز تو رو خودم میدم، نترس، تو فقط با دخترت صحبت کن و راضی باشه با من ازدواج کنه. گفتم باشه ببینم چه کار میکنم. با زهرا صحبت میکنم ولی هر کاری میکردم زهرا قبول نمیکرد با محمد ازدواج کنه. میگفت نه من نمیتونم با محمد ازدواج کنم، اون از من خیلی بزرگه. من هم میگفتم به سنش نگاه نکن، خیلی پول داره، اگه قبول کنی من هم دیگه راحت میشم از این بیپولی. هر کاری کردم زهرا گفت نه، تا اینکه گفتم اگه قبول نکنی من ناراحت میشم. اون موقع دیدم دیگه هیچی نگفت و به من نگاه کرد. گفت باشه هر چی تو بگی من اونو قبول میکنم. وقتی تونستم زهرا را راضی کنم با محمد ازدواج کنه من دیگه خیلی خوشحال بودم. محمد هر ماه به من پول میزد و هر چی میخواستم میتونستم برای خودم بخرم. زهرا هم دیگه مثل ملکه ها زندگی میکرد و از اون طرف من خیلی خوشحال بودم. ولی نمیدونم کاره اشتباهی کردم که به خاطر راحتی خودم دخترم با مردی ازدواج کرد که از خودش بزرگتر بود یا این سرنوشته ما دوتا بود.